در این دنیا که نامردان عصا از کور می دزدند، من ساده دل احمق محبت آرزو کردم. دمت گرم. دوباره بخونی تیکه آخر رو. من ساده دل احمق محبت آرزو کردم. مرحوم والده هر وقت میخواست منو بترسونه میگفت بلایی به سرت میارم که روی نون بریزی سگ نخوره. البته فقط میترسوند، اما همیشه بلاهایی که سرم میورد خودم میتونستم هضمش کنم. به جای 4 تا تعریف درست حسابی از ابر استراتژیست برنامه این سغرا کبرا چه میچینی؟ اتفاقا میخوام برسم به قدر و شأن شما. میخوام اول بگم نظام الهیمون چه دردای بی‌درمونی داره، تو وقت قیمت استراتژیکی کسی که میخواد ببینه میتونه حل کنه یا نه معلوم بشه. آیه دکتر بزنبادی به این میگن مجری. خیلی خوشم اومد از این مجری. واقعا که اگه به من بگن یه آدم با معرفت داره ابوالمرام استراتژیکی آچار فرانسه نشون بده، یه انگشتو میگیرم به سمت تو، میگم به خاطر نشست و برخاست با من ممکنه همین این باشه. آیه دکتر بزنبادی الان چیزی نمیگم، شاید آخر برنامه جواب این محبتتون رو بدم. آیه دکتر، من و امت همیشه در صحنه از اینکه مقام عظما تعریف این تیم مذاکره کننده رو کرد گول خوردیم. فکر کردیم اوضاع خوب میشه و تحریما برداشته میشن، اما هم تیم مذاکره کننده هم مقام عظما چوب این حماقتمون رو خوردیم. منظورت قانون جدید تو آمریکاست دیگه نه؟ نمیدونم کدوم قانون رو میگین، کدوم یکیشو، چون 3-4 تا قانونه، یکی از یکی بیشتر فک مقام عظما رو زده. آی دکتر، نمیشه به جای این همه بدبختی که آخرش هم تحریما از در میرن بیرون، از پنجره گنده ترش برمیگرده، این که سیلی نقد رو خوردیم ولی خبری از حلوای نسیه نیست، یه طور درستی معامله کنیم؟ ما که داریم زهر رو میخوریم، اقلا منفعتش هم بریزه تو جیبمون، اینطور حالمون گرفتن نشه. از نظر استراتژیکی خب باید یه مایه‌ای داشته باشیم بدیم تا معامله درست حسابی پا بگیره، وگرنه خب همینه دیگه. حکایت مشنگه است که به دوستاش گفت دیروز رفتم تا دم خرید یه مرسدس بنز آخرین مدل، ولی سر یه حرف کوچولو معامله به هم خورد. گفتن سر چی؟ گفت هیچی. طرف گفت پول بده، منم گفتم ندارم. روشن شد یا بذارم دنده و یه هور کوچولو؟ نه خیر، کاملا روشنه. حالا برای اینکه یه خود روشن تر بشه شما زحمت نکشید، روشن. آیه دکتر نه ترس بابا، نمیزنم. پس بفرمایید تا دلتون میخواد روشن کنید. اگه بی‌خاصیت شدن معامله‌مون با 5+1 همینطوری پیش بره که داره پیش میره، تو قدم بعدی پیشنهاد میبریم که اوباما به یاد مشحسن روحانی اسم شهر منحتن رو بکنه شهر مشحسن. از این طرف هم ما اسم عراق رو بکنیم باراک. برای اونا که خاصیت نداشت، ولی برای من یه استارت روشن شدن رو ذخیره کرد. تو بعدیش از خجالت در میام، نترس. همیشه آی دکتر میگن شکست مقدمه پیروزیه. این نظام ما بالاخره کی از مرحله مقدماتی وارد مرحله بعد میشه؟ ناامید نشو. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم ازم بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودم پشت کار رو از اون نجاری یاد بگیر که مغازش آتیش گرفت، ولی به جای وارفتن رفت همونو کرد زغال فروشی. الانم میلیاردریه برای خودش. عجب. البته زیرکی تو همون مغازه موادم میفروخت، اینطوری میلیاردر شد. همسایه ها لوش دادن. روشن شد یا همچی بذارم دکتر وردست تو بعد مغازه. از این همه قدم زدن تو خیابونه ژنو با اون خنده های مشنگه ظریف و رو بالکن رفتنش و اینا، آخرش این جانکری
اینطوری بهش زد. جوابشو سر برگشتن تحریما با یه صحبتای بچه گورزنکی داد که از فوش بدتر بود. نمیشه یه طور این ظریف مشنگ و قایبش کنه که با خارجی ها در ارتباط نباشه و رفت و اومد نداشته باشه. یه چند وقتی کارامون درست پیش برای دکتر. عمر برم الهی، درسته که خیلی مشنگه، ولی مگه وضعیت بقیه رو از این نمیدونی که بدتره؟ اینو قایمش بکنیم بقیه رو چه کار بکنیم؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه فامیلش خبردار بود، رفت سربازی، هر وقت فرمانده میگفت خبردار، این میگفت حاضر قربان، فرمانده هم هی بهش میگفت احمق، با تو نبودم، خبردار یعنی صاف وایسا. یه روز قرار شد که یه هیئت نظامی بیان بازدید، فرمانده میدونست که الان آبروش میره، برای که آبروش نره این یارو رو فرستاد مرخصی. بازرسا که اومدن فرمانده دیگه خیالش راحت بود، با خیال راحت و با صدای بلند گفت خبردار. بعد همه سربازا با همدیگه داد زدن رفته مرخصی قربان. روشن شد یا چی بزنم آیه دکتر بزن بهادر، آقا مجتبی هم آیت الله شده؟ نه چطور مگه؟ هیچی، من یه خبرایی از این ور شنفتم که ثبت نام آقا مجتبی به اسم آیت الله تو خبرگان شده. گفتم نکنه ولایت فقیه هم موروثی شده، ایشون میخواد وارث مقام عظما بشه. نه، بیشتر 20 حاجی رفسنجانی خواستن 21 بکشن، اینو گذاشتن جلو اسد حسن خمینی، وگرنه نمره شعور آقا مجتبی رو که من و تو خبر داریم از اسرار نظامه. اگه چیزی اون بالا زیر امامش بود خب تو بحث‌های جدی واردش میکردن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن بابای مشنگه گفت پسرم بیا میخوام در یه موردی باید مشورت بکنم. مشنگه خیلی ذوق کرد، گفت جانم پدر بفرما. پدره گفت هیچی الکی، مثلا تو هم آدمی. دکتر تو این هیروبیری حاجی رفسنجانی هم رسما برای انتخابات اسم نوشت. ایشون عقلش نمیرسه، یکی تو نظام پیدا نمیشه که عقلش برسه و جلو این کارو بگیره، نذاره تو این وانفسه که سگ صاحب خودشون نمیشناسه این کارو بکنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن سر کلاس بهداشت بسیجی ها یه گربه من رو دیوار روبروی کلاس نشست، شروع کرد با زبونش خودش رو تمیز کردن. مربی گفت نگاه بکنین، این با وجودی که حیوانه ولی عقلش میرسه، با زبونش خودش رو تمیز میکنه، یاد بگیرید. یک کم بسیجی گفت آقا ما هم عقلمون میرسه زبونمون نمیرسه. روشن شد یا چی بذارم که زبون تو هم کم کم برسه. ای بی انصاف، یعنی تو میخوای بگی که مقام عظما و حاجی رفسنجانی از یک گربه هم کمتر خودشون رو تمیز نمیکنه؟ شلوغش نکن ناکس، بگو وقت برنامه تمومه، به جای که الکی دعوا را بندازی. من کی گفتم مقام عظما و حاجی رفسنجانی کمتر از گربه هستنه؟ من گفتم که عقلشون نمیرسه، تو برگشتی گفتی زبونشون هم نمیرسه. من یه اشاره کوچیکی کردم، تو توهین کردی گفتی نه عقلشون میرسه نه زبونشون. من مثلا میرسه، من هیچی نگم، مثلا میرسه. نباید این ناکس تو برداشت